این نموداری است که نشون میده که از همین ابتدای دولت خدمت نفری 22 میلیون در سال انرژی، یارانه انرژی به اعتبار در واقع طلا داده خواهد شد و فقر مطلق از همین ابتدا ریشه‌کن میشه. دهک اول بیش از 2 برابر شرایط ویژه پیدا میکنه الی آخر. الا کسایی که بخوان صرفه جویی نکنن و قیمت انرژی کاهش پیدا میکنه، در حوزه بنزین 3000 تومان حذف میشه، 1500 تومان خواهد شد. سایر قیمت ها تغییر نخواهد کرد و این نکته اول. نکته دوم ناظر به حوزه در واقع پرداخت به زنجیره است. به انتهای زنجیره غلطه از نظر کارشناسی. به حلقه ما قبل زنجیره باید تسویه صورت بگیره و به کل زنجیره باید داده بشه، به تأمین کننده، تولید کننده، فراوری کننده، توزیع کننده و در حقیقت مصرف کننده، ولی ما قبل مصرف کننده باید